بازیگر شماره 7. این بازیگر در رقابت امروزم در هیئت اساسی بود و 120 دقیقه را در میدان پشتی سر نمود. اولین ضربه پنالتی را در رقابت امروزم از همین فوتبال باز اجرا خواهد کرد. لالیان والا چخانته با پای چپ ضربه را اجرا میکند. ضربه چخانته و بدون اشتباه ضربه زده بازیگری مذکور به گل تبدیل یافت. البته دروازه‌بان عمان نیز مسیر حرکت توپ را معین کرد ولی کوشش انجام دادهش به نتیجه بود. لالیانزوالا چخانته ضربه سختی خود توپ را به دروازه وارد کرد. اما اکنون سروان تیم ملی عمان نزد توپ میآید. بازیگر شماره 23 جمیل السعدی دروازه‌بان هندوستان را ضرور است که از خود درخشش عالی نشان بدهد در این لحظه های بسیار هم حساس. ضربه جمیل با سروان منتخب عمان اشتباه میکند. ضربه زده جمیل السعدی از پهلوی دروازه میدان را ترک نمود. ضربه زده جمیل اساساً زمینی اجرا کرده شد و فکر میکنم اگر جانب دروازه نیست میرفت دروازه‌بان هندوستان آماده بود که آن را برگرداند. اما اکنون از هیئت منتخب هندوستان حمایتگر نزد توپ میآید. فوتبالباز شماره 2 رخول بخیکه. ضربه رخول و بدون مشکلی بدون اشتباه ضربه زده این فوتبالباز به گل تبدیل یافت. 2-0 می شود. دروازه‌بان عمان ابراهیم صالح عموما سمت حرکت توپ رو نتوانست که معین نماید. در دو کوشش خویش فوتبالبازان هندوستان موفق گردیدند. از هیئت یکچین عمان بازیگری نوبتی نزد توپ میآید. بازیگر شماره 14 احمد خلیفه الکعبی این بازیگر نیز با پای چپ بازی میکند. ضربه او و باز هم خطا میرود. در دو کوشش پای هم فوتبالبازان عمان نمیتوانند که از مسافه 11 متر توپ را به دروازه وارد کنند. یا به قول دیگر هندوستان آهسته آهسته به غالبیت در رقابت امروزه نزدیک می شود. بازیگری نوبتی از هیئت هندوها جهت اجرا کردن ضربه جریمه‌ای نزد توپ میآید. انیخترش ضربه پنالتی. بازیگری شماره 4 انور علی. ضربه انور علی و ابراهیم صالح هم اکنون از خود درک نشان داد. دروازه‌بان تیم ملی عمان ضربه زده حمایتگر هندوستان را برگردانید. اینجا ابراهیم صالح مسیر حرکت توپ را معلوم نمود. بعداً جهشی انجام دادهش نیز سری وقتی بود. غریب الروشیدی دفاعگر دسته منتخب عمان در نزد توپ است. تا اینم دو فوتبالباز عمان نتوانستند که از مسافه 11 متر توپ را به دروازه وارد کنند. ضربه نوبتی و گل. غریب الروشیدی از هیئت منتخب عمان اولین بازیگر شد که
از ضربه پنالتی توپ رو به دروازه وارد کرد. ضربه زده الروشیدی به نهایت سخت بود و کنجی راستی دروازه رو نشان گرفت. فعلا حساب رقابت 2-1 است. چهارمین کوشش فوتبالبازان هندوستان. گیتین مددخیل در نزد توپ است و این بازیگر ببینید که چی طور ضربه را اجرا میکند. به یگان سراسیمگی با باوری تام توپ را به دروازه وارد کرد. دروازه‌بان عمان باشد خود را کاملا به دیگر سمت هوا داد. بازیگر شماره 11 محسن صالح از دسته عمان ضربه 11 متره را اجرا خواهد کرد. ضربه محسن و گل است. ضربه زده بازیگر مذکور به نهایت قوی بود. اگر که بازیگران هندوستان در کوشش پنجم خویش گل بزنند پس وخوری مذکور جنبست خواهد شد. فوتبالباز شماره 15 اودان تکومام نزد توپ می آید. باید گفت که محض با شرافت گل زده انا همین بازیگر هندوستان در رقابت امروزه از باخت رها یافته بود. اکنون این بازیگر را ضرور است که یک بار دیگر گل زده تیمش را در این وخوری بسیار مهم غالب نماید. ضربه کومان اشتباه میکند. اودان تکومام ضربه کاملا نادرست اجرا نمود. ضربه زده اودان تکومام ببینید که به نهایت بلند بود. امکانیتی به نهایت خوبی به دست آوردن غالبیت در این رقابت برای فوتبالبازان هندوستان تا جای از دست می رود. اکنون جمیل سلیم ضربه را اجرا میکند و این نوبت دروازه‌بان هندوستان گورپرت سندخو وفا گردید که ضربه زده بازیگری عمان رو برگرداند. در سلسله ضربه های پنالتی فوتبالبازان هندوستان با نتیجه 3-2 به غلبه دست یافته در مسابقه جام ملت‌های کاف 2025 برنده مقامی سیوم میشوند. این منتخب در نخستین اشتراک خویش در جام ملت‌های کاف و نتیجه ارزنده شرفیاب گردید. یکی از تیم‌های پرقوت یکاچین عمان را توانستند که شکست بدهند. دیگر باره به نوارهای تکراری توجه میکنیم. ضربه زده جمیل سلیم علی احمدی را دروازه‌بان هندوستان گورپرت سینگ برگرداند. مخوری مذکور باشد با حساب 3-2 جنبست گردید. در همین جا گزارش مستقیمی ما به انجام رسد. طول این دقیقه ها در نزد میکروفون در خدمت شما بودم. شارح دولت خطیب زاده تحت رهبری کارگردان فیروز بختی بیکف این رقابت را برای شما پیشنهاد نموده. تنسیت و خانه آباد و دوستداری فوتبال باقی بمانید.